عشق استاد بازار به صوفیان، به فیض آباد، به تاجیکستان به حد افروخته است که در تمامی آثارش این گرمی مهر را، این روشنی مهر را خیلی عاشقانه می‌بینیم. بازار صابر با چشم و دل جهانبین و نهانبین چون جغرافیدانی به همتا نام شهر و دریا و کوه و دولت و ممالک بسیار را ذکر کرده، اما مسافرت واقعی و سلوک باطنی وقتی یک سمت می شوند چه اعجازهای پدید نآوردند. من در تن کودکی فرو رفته خود را تگ توت پخته می بینم. در جاله توت و توت بارانش یک مشت یتیمی خفته می بینم.